سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. حالات قابل رشک و بشارت آمیزی بعضی از اولیاء رحمهم الله تعالی. قبلا ما شما در مورد کسانی که در سوی خاتمه داشتن و به حالت بد از دنیا رحلت میکردن و امروز حالت کسانی را پروردگار بیان میکند که الله تبارک و تعالی و اونها در هنگامی که وفات میکنند بسیار به حالت خوب و پسندیده و بسیار به حالت مناسبی از دنیا رحلت میکنند. مراد از حسن خاتمه صرفاً حالت ظاهری کسی که میمیرد نمی باشد. کسی که وفات میکند و کسی که میمیرد نمی باشد، چرا که بعضی مرتبه چنان می شود که بزرگترین مرد صالح و با عظمتترین شخصیت علمی در خطرناکترین حادثه دچار شده ناگهان وفات می یابد و گاهی کدام انسان بدعمل با نهایت سهولت آسانی و با حالت خوب فوت می نماید. یعنی یگان تا را می بینید که به حالت بد وفات میکنه، آدمی بد هست حالت خوب وفات میکنه، یگان تا خوب هست به حالت بد. این ما شما باز تعبیر بد نکنیم، مثل که در بین ما شما رواج است ای پرسان نکو همونطور بد بود که همونطور سخت جان داد. نه، سخت جان دادن نشانه بدی یا نشانه خوبی نیست. این به جای خودش اصلی هست که بعد احادیث وفات رسول صلی الله علیه و سلم هم می آید. بلکه مطلب حسن خاتمه این است که انسان با ایمان کامل، اعمال بهتر، با شیوه انابت به سوی خداوند و امیدوار به رحمت الهی و به بارگاه ایزد منان برسد و با این حالت اگر ظاهراً هر قدر تکلیف و زحمت برایش برسد هیچ سخن مهم و قابل فکر نیست و اگر این کیفیت نباشد و با محض مردن به آسانی و انتقال نمودن به سرای آخرت هیچ مفادی نخواهد داشت. مثل که در حدیث شریف می آید و ما شما همگی میدانیم، میگن که در حدیث آمدگی است کسی که روز جمعه وفات میکنه الله تبارک و تعالی برایش آسانی ها را میاره و عذاب قبر و غیره. نه، بر انسان فاسق و فاجر نیست که دو هر بدی کده باشی بالاخره در روز جمعه بموری باز بگی دیگه کارم جور شد. نه، او در دنیا هم کمی خود را برابر کرده باشه و اعمال نیک و پسندیده و رفتار خوب و پسندیده هم داشته باشه. اینطور نه که روز جمعه را قید کرده بشین امروز بمرم تا خلاص بخوای، برای ما هیچ مفید نیستن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در یک حدیث ارشاد می فرمایند هرگاه که الله تعالی با کدام بنده خود که محبت نماید برایش حلاوت را نصیب می فرماید. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم پرسیدند که مراد از حلاوت چیست؟ ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند مطلب این است که برایش قبل از انتقال نمودن به چنان اعمال توفیق عنایت می شود که همسایگان که در همسایگیش می باشند از وی راضی می باشند. یعنی انسان نیک و صالح، انسان خوب و انسانی که جایگاهی نزد الله دارد، او را از همین کارکرد دنیویش دانسته میشه که آیا در 4 روزی که در دنیا زندگی میکند، 4 روزی که در دنیا هست، به کدام اعمال او آغشته شده، به کدام اعمال او به اصطلاح سرگردان است، کدام اعمال را انجام میدهد و سر و کار و اعمال و برنامهش روی کدام اعمال هست. این را متوجه می شود. وقتی که دید که کار خوب میکند، کار نیک میکند، کار پسندیده میکند، معلوم است که این نشانه است که الله تبارک و تعالی از او راضی هست و بعد از رحلتش وی را تعریف می نمایند. همچنان آن حضرت صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگر ارشاد می فرمایند آخرین سخن هر کس در هنگام جان سپردن کلمه شهادت و کلمه طیبه بوده باشد و در دل یقین کامل آن را داشته باشد ان شاء الله برایش ورود در بهشت نصیب می شود. در حدیث ما می خوانیم من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول